دوستای عزیز، امشب اومدیم تو باغ به جشن شب یلدار بگیریم. هر جای دنیا شما هم هستین، هر نقطه دنیا که هستین، انشالله که شب یلدا براتون خوش بگذره کنار فامیلیتون، کنار دوستتون. ما میخوایم امشب براتون یک کباب خیلی خوشمزه درست کنیم همراه قلیان و میوه و همه وسایل. شب یلدا رو پیش براتون تبریک میگم. انشالله که هر جا هستین شب یلدا خوش بگذر بستون. کبابی زعفران‌دار خیلی خوشمزه، عالی عالی. بخور کیف کن. شب یلدا رو یک کباب زعفرونی بخور، حالشو ببر. دوستای عزیز، سابسکرایب و فالو یادتون نره، حتما لایک یادتون نره. الان داری نگاه میکنی این فیلمو، سابسکرایب کن. به 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 به، چیه کبابی، چیه کبابی. به به به، ببین چی کبابی، کیف کن. دوستای عزیز، حتما از ما حمایت کنین تا انشالله کانال ما پیشرفت کنه، مانیتاژ شه. حمایت ها شما نباشه ما پیشرفت نداریم، شما نباشین ما هم نیستیم. جان جان، چی کبابی، چی کبابی. الانم فکر کنم دلت خواستا، داری این فیلم رو نگاه میکنی دلتو خواستا. چی کبابی. جای همه تون دوستا عزیز خالیه. انشالله که هر جا هستین حال دلتون خوب باشه، پیش اعضای فامیلیتون، پیش دوست و رفیقتون شب یلدا رو خوش بگذرونین، شب چله رو براتون خوش بگذره. واقعا جا شما خالیه. هوا خیلی سرده. ما اومدیم تو باغ که شب یلدا رو واسه خودمون خوش بگذرونیم. زمستون هم هسته، واقعا سرده. چی کبابی ها، کیف کن. واقعا دوستای عزیز جای شما خالی ها، یعنی واقعا جاتون خالی است. یعنی کباب خوردنی داره. یکی افتاد لامصب. لاکی مام دلش خواست، لاکی دلش خواست. لاکی دلت کباب خواست دختر. برون بر، برون بر کسافت، برون بر. چی کبابی ها، دل آدم میخواد اینجوری خون برداری بخورش. منم که گوشنم، یعنی دلم میخواد الان این یه دونه شون اینجوری خون بردارم بخورم. جان به 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 به، ببین ببین کرجه ما یه دونه است، بچه ها نمیخورن. اینم خودم واسه خودم گذاشتم چون بچه ها گفتم ما گرجه نمیخوریم.
کبابی شد چی کبابی شد. خروج زیری شد قدم بزنی. جان یعنی دوستو از جاتون واقعا خالیست، واقعا جاتون خالیست. این کباب خوردنی داره واقعا، یعنی کیف میکنی. یه خورده دوربین نزدیکتر برای کباب بگیر که دوستو عزیز ببینن. چی کبابی ها جان دلت خواستا. همین الان داره نگاه میکنی حتما سابسکرایب کن. همین الان داره نگاه میکنی حتما سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی، که ما انشالله از این بعد همه ویدیوهای چالش و خنده‌دار میذاریم. حتما فالو کردی، سابسکرایب کردی، زنگوله رو هم فشار بدی که ما موقعی که فیلم آپلود کردیم فوراً واسه بیاد ببینی کیف کنی، ما رو گم نکنی. حتما زنگوله رو فشار بدی. جان ببین دوربین خورده نزدیکتر بگی که کبابا رو ببینن این دوستای عزیز. چه کبابی کیف کنه. به 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 کیف کن. الان داری نگاه میکنی دلت خواست فکر کنم دلت خواست. جان به به چه کبابی دوستای عزیز حتما از ما حمایت کنین. اگه حمایت نکنین شما نباشین ما هم نیستیم. حتما حمایت کنین، از ما فالو کنین، ما رو سابسکرایب کنین، ویدیو ما رو شیر کنین، به دوستاتون ویدیو ما رو بفرستین. حتما از ما حمایت کنین دوستای عزیز. به قربون شما دوستای عزیز برم. اگه از ما حمایت نکنین یعنی ما نیستیم دیگه، کانال ما پیشرفت نمیکنه. شما که حمایت کنین کانال ما پیشرفت میکنه. یک کبابی ترکی ها، فارسی مارسی هم نیست، کبابش ترکی. با این کباب دیگه چی می دیگه با این کباب دیگه کنارش همه چی که باشه خیلی لذت میده. با کامنت بنویس که با این کباب چی باشه که بخوری. جان واقعا کبابه. نگاه کن جان. به به چه کبابی شده.
یعنی گرجمون داره میسوزه، گرجه داره میسوزه. با این کباب میگن کباب ترکی. جان چه کبابشید، خوردنی داره. اینجا دارم میخواد الان از سخیم اینجوری برداریش بکنی. واقعا کبابش خوشمزه است. کبابش واقعا خوشمزه است. ما از فروشگاه کوروش گرفتیم. شما حتما از برین از فروشگاه کوروش بسته‌بندی بگیرین و اینا، چون همه موادش باهاش همراهش هسته. واقعا خوشمزه است. کبابا رو نزدیک بگیر که ببین دوستای عزیز ببینن. جان الان این خورده. ببین دوستای عزیز چه کبابی ها. کیف میکنی؟ واقعا کیف میکنی؟ جان چه کبابی ها. ببین دوستای عزیز چه کبابی ها. پوف کردم میدونی، داره باسته خودشو پوف کرده. نگاه کن نگاه کن جان. الان داری نگاه میکنی دلت خواسته